ماتیاس دلگادو پشت توپ قرار گرفته با پای راست، ارسال خطرناک و ضربه سری که از کنار دروازه به بیرون میره. دلگادو با پای راست، ارسال توپ، موقعیت برای الجزیره، باید توپو دور کنند، همچنان موقعیت هست و توپی که به بیرون زده میشه. کاظمیان ضربه رو میزنه و خطیف در 2 مرحله توپو در اختیار میگیره. پشت محوطه فلاوی لوپز این پاسو میندازه، موقعیت برای تراکتور، این ضربه زده میشه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. ارسال توپ داخل محوطه جریمه، موقعیت برای تراکتور و خطیف که از دروازه بیرون میاد و توپو در اختیار میگیره. فرناندینیو پاسو میندازه، خودش حرکت میکنه، دوباره فرناندینیو ضربه را میزنه. آفرین به ثابتی که با جایگیری مناسب خودش توپو گرفت. کریمیان صاحب توپ میشه سمت راست، این ارسال، ضربه سر و عبور توپ از بالای دروازه علی خطیف. اکرامی باید توپو خیلی سریع ارسال کنند، ابراهیمی سبایل بازم ایجاد مزاحمت کرده، دوباره مراقب هست، ضربه سر، گل برای تراکتور. سید صالحی تراکتور سازی رو 1-0 جلو میندازه. تراکتور 1 الجزیره 0 با ضربه سری که سید صالحی میزنه و دروازه الجزیره باز میشه. با هم ببینیم کار خوبه ابراهیمی، داور خطا رو اعلام نکردن این صحنه و این ضربه سر سید صالحی که دروازه خطیف رو باز کرد. تراکتور 1 الجزیره 0. فرناندینیو، حرکت فرناندینیو، این پاسا میندازه، اولیویرا، خروج ثابتی، اولیویرا عالی میگیره ثابتی. موسی اونجا حرکت کرده، موقعیت برای ارسال توپ، الجزیره داره حمله میکنه، آفساید هم نیست، پست رو به بیرون و ثابتی. فلاویو لوپز یه پاس عالی میندازه، موقعیت برای گل دوم تراکتور سازی، سید صالحی و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. عجب موقعیتی رو از دست داد کریمیان. اگه توپو جلوتر ببره موقعیت عالی ایجاد میشه، فرصت برای تراکتور، ضربه میشه، گل دوم برای تراکتور. تراکتور سازی 2 الجزیره 0. آفساید هم در کار نیست، فرصت برای تراکتور سازی، حالا این پاس و توپی که به شکل ناباورانه به بیرون میره. یه پاس عالی به سمت راست، آفساید هم نیست، موقعیت برای سید صالحی و خطیف میتونست بهتر از اینا کار کنه. وای، اولیویرا عصبانی شد. فرناندینیو همچنان صاحب توپ پشت محوطه، فرناندینیو پاسش به مقصد میرسه، آفساید نیست، موقعیت برای الجزیره و توی دروازه. سوبک خاطر، حرکت 96 فایده ای نداره. فلاوی لوپز پاس پشت دفاع، فرصت برای سید صالحی، ارسال توپ و گل سوم برای تراکتور گل سوم رو هم به ثمر میرسونه تا امیدهای الجزیره باز هم کور بشه. یه گل به یادماندنی به ثمر میرسونه. موقعیت برای ابراهیمی، پنالتی اگه نگیره مقدار خب عجیبه که کارت زردم نشون میده به ابراهیمی، دومین کارت زردشه احتمالاً و جمعه اینجا نمیدونم، حالا تعریف پنالتی احتمالاً تازگی ها عوض شده. پشت محوطه کیانی از راه میرسه، موقعیت برای شوت ثانی، ضربه زده میشه، تو باز کنار دروازه خطیف عبور میکنه.